تصویر خوب، صدا برداری خوب، بازی روون و باورپذیر نکاتیه که در همون ابتدا به چشم می‌خوره. المان‌های فیلم کوتاه مثل داستان بدون پیچیدگی، کاراکترها و لوکیشن‌های کم رعایت شده. فیلم کوتاه شرعی. داستان فیلم اینطوره که دختری که پدرش در حبس و زندانه سعی میکنه با راضی کردن مادرش برای والدینش ملاقات شرعی بگیره. اون تمام فیلم تلاش میکنه مادرش رو راضی کنه که در آخر داستان متوجه یک موضوعی میشه. فیلم کوتاه شرعی بدون تیتراژ 10 دقیقه است و از شما خیلی وقت نمیگیره. بازی نقش اول فیلم یعنی ساحل مصلحی منو یاد بازی ترانه علی دوستی و پگاه آهنگرانی در فیلم‌های من ترانه 15 سال دارم و دختری با کفش‌های کتانی میندازه.